صبح بخیر دوستان عزیز. نمی سحری روزه فریزه خسته. کجا میری؟ پارک. دینا گفته بودم پگا پارک میبرم. بس سحر یک خسته ساعت 6 خسته که یه بار چای خوری مونده خسته. گفت اوچه پارک نمیره؟ گفتم مالی شوی بوین سحر که خسته ساعت 6 ده اوچه بخه که بیرون روز شدیگه پارک میریم. نمی ای سحری خستگیش فقط نمی اگه بخی پارک میریم بخی پارک میریم. این پارک ده چیکار میکنه نمیدونم. چیکار میکنی در پارک؟ ها؟ میشوی؟ در چی میشوی؟ نه؟ اوجه کچلی میری؟ کچلی رو نغز میبینی؟ سلام دوستان عزیز نگفتی کو؟ سلام دوستان عزیز. میخوایم شما میخوای تارت نمیپزیم پارک میریم. بگو ما همه چی رو نشان میتیم. بگو ما همه چی رو نشان میتیم. خوش رو ویدیوی ما رو تماشا کنید. بگو کو؟ خیلی دوستان عزیز با پارک رفتیم ویدیو میکنیم. با پارک بریم پاپا میره با ویدیو میکنیم. با رحمت دوستان عزیز که با ما هستید ما رو دستگیری میکنید. در کامنتاری گپای نغز می نویسید. رحمت برای دستگیری هایتون. من همین خیلی ما پارک اومدیم. کمتر خواستم که برای شما نمی جوی خشوره جوی سبزگوها ویدیو کنم. حتما که به شما محقول می شود زیرا شما دور از وطنید بسیاریاتون و امروز ما در کانال فرا تیوی ولوگ پرداختم. رحمت که در اونجا هم که پای خوب نویسته. امیدوارم که دستگیری میکنید. دستگیری شما پیشروی ماست برای که چخلی که در اونجا گفتم یک دخشای شوهرم گفتیم که ولوگای همو اسلامی نپرداید گفتگو میشه. خیختان میدونید چخلی تاجیکستانی خودمان برای همو هر یک تاتون خواهش میکنم که همو ویدیوی ولوگای همو کانال поділіться کنید. او رو ساعتش هم کمی پراست متروش چخلی که میبینید کمی در کمی هر یک تاتون خواهش میکنم که поділіться کنید. ساعتش هم جمع کنیم. مهلتش هم کم مونده باید در همین مهلتی کم ساعتش هم بود شود. باوری دارم که با دستگیری شما ساعتش هم بود میکنیم. من همین خیلی فریزه آمد خیلی درجه و خیلی شوتی کرد. خیلی که در او ولوگ نشان داده بودم خیلی محقولش ایچه همیقه که ایجا ایساتوی 4 روز کار میکده چیوش کچلیوش برای ما سحر رفتیم برای که وقت نیسته. ابیتی مکتب میرسونیه با دیابت یکی ما بریم ساعت 4 با میویه وای با میترسه برای نوای. گفتم خیلی سحرم باشه. رفتیم در انمی ماشینچه فریزه شیشتک فریزه نه هممون شیشتیم بهونه فریزه کده 2 کروب بگیرید همون پارک تا خورد نمیفرویه. هم قذاوق کده که نمیفرویه. خیلی هوا سلقینی شروع بود در پارک دیگه جو گرم بود. در پارک خیلی هوای بهترین بود. انمی خیلی با شما تماشای خوب. خریبی خونه در رسیدیم. نگاه کنید را یعنی نیست نگاه که در گودکش انقل مراجعین نمیخورد لواروش پر
چون هر وقت این سونیا را گسیل میکنیم اینجا در این مشروط که میشنه نمیشه این پیشکی خونمون بعد روان میکنیم شه فریزه کسی دیم خیلی پدرکا بردستیم چی گسیدی فریزه؟ چاپاچوز مرا نغز میمونی و چوپاچوپسه چوپاچوپسه نغز میمونی کویا پریوید بکو بیا رفتیم میخرم بیا چوپاچوپس تمام دوستان عزیز در اینجا من خمیر پیتزا را کردم پیتزا میکنم نصیب باشه مینی پیتزا برای افطار برای کودکو یک تا بکنم قطعی خوراک با بعدی خوراک نقصتره برای ما یا مینی پیتزا میکنم از خمیر کرده باشه با نشان میتم خیلی نشان دادگی ما با خیلی با نشان میتم با کدنش نشان میتم بعد همو کتی با بلاگ جنبست میکنیم نمیخیر در همه جای نمی هسته چشمش کپ بوتک میشد کده میستوده من اینجا من خمیر کده استم بیو ما بکنم ما ویدیو سینمات کنم میگه میتونی تو ویدیو کده کویا باید بخون نه دوستای عزیز تیار کردم محکم کده میمونم با مدت نیم ساعت بعد روی کده با میبینیم دوستان عزیز این همه محصولات رو ریزه کردم این دفعه میخواهم پیاز بدازم در ای خدمون خمین از میده کلچه میکنم انا میخواد 6 تاشی از یارا تیار میکنم خوش شروع کرده چی کچوپ قطعی قیمه استفاده میبرم تیار میکنم با آخران نشان میدم اینا دوستان عزیز سه تاشا تیار کردم در یه لیست میمونم با سه دیگه شد در یه لیست دیگه اینا دوستان عزیز ایشه با پیاز کردم وشه دو تاشا به پیاز کرده بودم برای فریزه و محوش اینا ایشه هر سه با پیاز کردگی موزی با آخران در پخت با نشان میدم دوستان عزیز انا میخواد پیتزای ما تیار شد وای مکای بگیم تیار شد انا میخواد با ما اشتهایتون حتما تیار کنید و جمعه قریب که افطار شده است در اینجا ولاگ با پایان میرسونم تا ویدیوی آینده در قناه خدا باشه خدا نگهبان هر یکی ما و شما باشد خیر دوست